سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. شروع از صفحه 439. نشریه آیین اسلام. پسرم، تو هم مؤمنی و هم باهوش، هم خدا ترسی و هم زورمند و می توانی هر مخالفی را به قتل برسانی. هاینریش هاینه، شاعر یهودی آلمانی. کشتار وحشیانه بابیان و بهائیان در دهه‌های متمادی در شهر و روستای کشور و شرکت مردم در این کشتارها بدون زمین سازی فرهنگی و ذهنی ممکن نبود و تکرار اتهامات واهی علیه بهائیان از منابر از همان روز اول ظهور بابیت از مهمترین عوامل برانگیختن خشم و کینه‌ای جنون‌آمیز در میان پیروان روحانیت علیه بهائیان و شرکت مردم در این کشتارها بود. در دهه 30 زمین سازی برای سرکوب بهائیان ادامه می‌یابد و نشریه آیین اسلام در این میان نقشی مهم ایفا می‌کند. رسول جعفریان می‌نویسد مبارزه با بهائیت از سال 1324 شمسی به بعد یکی از کارهای جاری این نشریه مذهبی است، به طوری که تأثیر جالبی از خود بر جای گذاشت. نشریه آیین اسلام تا سال 1328 مطابق با 1950 میلادی به کار خود ادامه می‌دهد و بعد از یک تعطیلی 3 ساله مجدداً فعالیت خود را آغاز می‌کند. جعفریان درباره خدمات مجله آیین اسلام برای مثال می‌نویسد که این مجله مبارزه‌ای جدی را علیه تعدادی بهایی یاد شده که در زاهدان کتاب‌های اسلامی را می‌سوزانند و به جای آن کتب قصص خارجی و کتب ضاله منتشر می‌کنند پی گرفت. نمونه جفسازی آیین اسلام. نامه‌ای از سوی برخی از شخصیت‌های شهر قم درج شده که در آن آمده است چون عده‌ای از بهائیان در قم مشغول تبلیغات و توهین به مذهب مقدس اسلام شده اند، لذا از مقامات محترم تقاضای قلع و قمع ماده فساد را می نماید. مشابه این شکایت در همان شماره از سنندج درج شده است و باز همین نشریه از نفوذ بهائیان در جهرم ابراز انزجار می کند. نمونه دیگر انتشار شکایت نامه‌ای است که گویا اهالی نهاوند نوشتند و از حضور چند بهایی در شهرشان شکایت کردند. جعفریان می نویسد فعالیت‌های علمی بر ضد بهائیان در همه این سالها ادامه داشت. برای مثال در کمتر شماره‌ای از آیین اسلام بود که مطلبی بر ضد بهائیان منتشر نشود. در این سالها روحانیون غالباً درباره آیین بهائیت سخن می‌گفتند و از مردم می‌خواستند تا مانع از نفوذ آنان در ادارات شوند. نشریه دنیای اسلام نیز در این زمینه تلاش‌هایی انجام داد که از جمله در مرداد 1326 شمسی مطابق با اوت 1947 میلادی پرده از فعالیت یک معلم بهایی در لاهیجان برداشت. نمونه دیگر شکایت مردم شاهی از نفوذ بهائیان
در کارخانجات و آموزش و پرورش این شهر و تبلیغات آنان بود. خبر شکایات مردم در آیین اسلام سال 4 شماره 10 صفحه 17 و شماره 12 صفحه 6 شماره 14 صفحه 11 درج شد. در عراق نیز بهائی‌ها نفوذ زیادی پیدا کرده بودند که با حمایت آیت الله فیض قمی و ارسال مبلغی این نفوذ از میان رفت. جعفریان درباره فعالیت روحانیون علیه بهائیان در استان فارس می نویسد: یکی از فعالان روحانی در این زمینه سید محی الدین فال اسیری بود که از سال 1306 شمسی مطابق با 1927 میلادی برای مبارزه با بهائیان در روستای مشکان نیریز سکونت کرد و در اوج بهائیگری در نیریز به این شهر آمد و طی سالهای متمادی برای برچیدن بساط بهائیان کوشید. در مجله آیین اسلام گزارشی هم درباره نفوذ بهائیان در اداره فرهنگ آبادان با عنوان فرهنگ آبادان یا محفل بهائیان چاپ شده است. اطلاعاتی هم درباره فعالیت بهائیان در کاشان و واکنش مردم در قبال آن آمده است. 1329 شمسی مطابق با 1951 میلادی. قتل یک جوان بهایی در تفت. در 21/12/1329 مطابق با 11 مارس 1951 میلادی در تفت یک جوان بهایی به نام بهرام به قتل میرسد. فرمانداری یزد درباره این قتل به وزارت کشور چنین گزارش میدهد: تعقیب گزارش شماره 11606 23/12/29 راجع به قتل بهرام نام که در روز 21/12/29 در تفت واقع شده بود، ضمن اینکه آقای بازپرس دادسرا مشغول تحقیقات بودند، معلوم شد که بین اهالی مخفیانه شهرت یافته که حسین نام دهقان مرتکبین را دیده است که به عمل فجیع خود اشتغال دارند، ولی مشار الیه از ترس این مطلب را ابراز ننموده است. مأمورین بخشداری در صدد استعلام برآمدند. در نتیجه مشار الیه اعتراف نموده است که 3 نفر را به اسامی محمد حسین، سفرعلی و سید مرتضی دیده است که مشغول ضربت زدن به بهرام مقتول می باشند. مراتب به بازپرس اطلاع داده شد. 2 نفر دستگیر و اعتراف به قتل نمودند. 1 نفر فراری که دستور دستگیری او صادر شده است. بدین ترتیب موضوع کشف گردید. فرماندار جهانسوز، فرمانداری یزد، محرمانه، تاریخ 11/1/1330. اعتراف به قتل بهرام در متن سند صورت مجلس فرمانداری یزد به وزارت کشور مندرج است. وزارت کشور، فرمانداری یزد، تاریخ 4/1/1330 مطابق با 24 مارس 1951 میلادی. استحضاراً به عرض می‌رساند در تاریخ 11/12/29 اختلافات مذهبی بین مسلمانان و بهائی‌های یزد ایجاد که در نتیجه موجب تعطیل مغازه‌ها و اجتماع مردم می‌شود، به طوری که حد زده شده بود سفرعلی، سید مرتضی و محمد حسین متوجه بهرام می‌شوند، سر راه او را گرفته و او را به ضرب چاقو و سنگ به قتل می‌رسانند و اینک اظهارات سفرعلی برای استحضار عیناً درج می‌شود. من دنبال محمد حسین و سید مرتضی در کوچه باغ رفتم و به محض اینکه به بهرام رسیدیم سید مرتضی گلوی او را فشار داده و او را به زمین زد و من چند سنگ به او زدم و سید حسین با چاقو
او را به قتل رساند. سفرعلی و سید مرتضی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند. وزارت کشور فرمانداری یزد محرمانه تاریخ 11/1/1330 شماره 266 بروجرد 1329 به گزارش استانداری استان دهم در آبان ماه 1329 در دوران نخست وزیری رزمارا در بروجرد عده‌ای از مسلمانان خانه عبدالرحیم واحدی و مغازه خیاطی لطف‌الله همایونی را آتش می‌زنند. فرمانده ژاندارمری محل به نام حکمی متجاوزین را توقیف می‌کند. گروه دیگری اقدام فرمانده ژاندارمری را حمله به حمایت از بهائیان می‌کنند و خانه‌های دیگر بهائیان را هم آتش زده خواستار برکناری حکمی می‌شوند. ژاندارمری کل کشور برای جلب رضایت مردم حکمی را به شهرستان دیگری منتقل می‌کند. 1330 شمسی مطابق با 1952 میلادی شهرک مروست فرمانده گروهان بابک به ژاندارمری اصفهان گزارش می‌دهد که در اول عاشورا روزخوانی به نام علی مهیجی اردکانی به مروست آمده و علیه بهائیان فعالیت می‌کند. بر اثر تحریکات وی عده‌ای از بهائیان از جمله فامیل فلاحتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. عده‌ای از متجاوزین به نام‌های احمد قصاب، حسین بره‌کش، میرزا قصاب و استاد علی قصاب دستگیر می‌شوند. یزد 1330 در آبان ماه 1330 عده‌ای از مسلمانان شهر یزد در اطلاعیه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانند که شخصی به نام احمدی به نمایندگی از طرف آیت الله کاشانی و به دستور آیت الله العظمی بروجردی به یزد می‌آید و از مردم می‌خواهند که از او استقبال کنند. دفتر آیت الله بروجردی بلافاصله خبر را تکذیب و در اعلامیه‌ای اعلام می‌کند که دفتر آیت الله بروجردی نه تلگرافی کرده است و نه شخصی را به یزد فرستاده است. احمدی که تیرش به سنگ خورده اعلامیه دیگری در ضمیمه روزنامه ناصر منتشر می‌کند و در این اعلامیه می‌نویسد ورود بنده به یزد باعث نابودی مرتجعین و فرقه ضاله بهایی است و به یاری پروردگار تا این دو فرقه را نابود نکنم و برای همیشه دست ایادی عمال شرکت غاصب نفت را از سر مسلمین یزد کوتاه نکنم از پای نمی نشینم. 1331 شمسی مطابق با 1953 میلادی در خرداد ماه در اردکان خانه‌های بهائیان را غارت و آتش می‌زنند. در اول مهر ماه 1331 بهائیان رفسنجان از تعدیاتی که به آنها می‌شود به نخست وزیر محمد مصدق و مجلس شورای ملی شکایت می‌کنند. آنان در شکواییه خود می‌نویسند در رفسنجان عده‌ای حمام بهائیان را تخریب و خانه یک بهایی را غارت و آتش زدند. در صادق آباد گورستان بهائیان را خراب و اجساد مردگان بهایی را از قبرها درآورده و آتش می‌زنند. بهائیان صادق آباد به شهر کرمان فرار می‌کنند. در آخر مهر ماه 1331 آقای بهارمست رئیس ستاد ارتش به وزارت کشور می‌نویسد طبق گزارشی که از لشکر کرمان رسیده یک نفر روزخوان به نام انصاری که خود را نماینده آیت الله بروجردی مینامد مشغول تحریک مردم بر علیه بهائیان است و اگر اقدامی نشود عواقب بدی خواهد داشت. در اول بهمن 1331 گروهی از مسلمین در افوس دهی در منطقه فریدن از توابع اصفهان به خانه‌های بهائیان حمله می‌کنند. حدود 100 نفر از بهائیان مضروب و مجروح و یک نفر به نام قاسم کیخانی را
به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند و شخص دیگری به نام حاج بنده را سخت مضروب می‌کنند. اموال بهائیان را غارت می‌کنند و خانه‌های آنها را آتش می‌زنند. قاتلین دستگیر و برای محاکمه به اصفهان اعزام می‌شوند. در اصفهان قاتلین به دستور وزیر دادگستری عبدالعلی لطفی و به توصیه روحانیون آزاد می‌شوند. در دهی به نام اسکندری انبار قلعه یکی از بهائیان را آتش می‌زنند و بهائیان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. در نجف آباد نیز روز به روز بر تعدی و تعرض مسلمانان نسبت به بهائیان از جمله جوسازی، توهین، آتش زدن درب منازل افزوده می‌شود. تخریب و تصرف معبد بهائیان حظیرة القدس در تهران. بخش مهمی از روحانیون شیعه از کودتای 28 مرداد سال 32 علیه مصدق حمایت کرده و پس از کودتا قدرت و نفوذ آنان فزونی گرفت. در ماه رمضان سال 1334 یکی از روحانیون به نام حجت الاسلام محمد تقی فلسفی متولد 1327 قمری در تهران هر روز در مسجد شاه به مدت 1 ساعت سخنرانی می‌کرد و سخنرانی او از رادیو دولتی پخش می‌شد. فلسفی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد در سال 1334 قبل از شروع ماه مبارک رمضان به آیت الله بروجردی عرض کردم که آیا شما موافق هستید مسئله بهائی‌ها را در سخنرانی‌های مسجد شاه که با طور مستقیم از رادیو پخش می‌شود تعقیب کنم؟ ایشان قدری فکر کردند و بعد فرمودند اگر بگویید خوب است. ایشان گفتند لازم است قبلا این را به شاه بگویید. بر این اساس 3 روز قبل از ماه رمضان به دفتر شاه تلفن کردم و وقت ملاقات خواستم و در ملاقات با او مطلب را مطرح کردم. او لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت بروید بگویید. پایان نقل قول. دربار و روحانیت بعد از کودتای 28 مرداد و در آستانه پیوستن ایران به پیمان سنتو علیه شوروی راه انداختن بلوا علیه بهائیان را برای منحرف کردن ذهن مردم لازم داشتند. طاهر احمدزاده در گفتگویی با میثمی میگوید در آستانه الحاق ایران به پیمان نظامی بغداد که در واقع پیمانی علیه مصر بود، یک مرتبه آقای فلسفی در مسجد شاه به منبر رفت و موضع شدیدی را بر علیه بهائیت اعلام کرد. به دنبال آن مرجع تقلید آن زمان مرحوم بروجردی هم آن را تایید کرد. تیمسار باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش هم با کلنگی بر دوش و همدوش فلسفی واعظ مرکز بهائیان را در تهران تخریب نمود. در این مقطع حساس مردم به مسئله بهائیان سرگرم شدند. پس از امضای قرارداد 1334 یک مرتبه تب مبارزه با بهائیت فروکش کرد. پایان نقل قول. فلسفی از ابتدای ماه رمضان با موضوع جذاب انتقاد از دولت کلام را به سوی بهائیان می‌کشاند و آنها را یک فرقه سیاسی معرفی می‌کند که در سال 1335 قصد داشتند به نفع شوقی افندی رهبر خود کودتا کند. فلسفی خواستار اشغال مراکز بهائی‌ها و اخراج آنها از ادارات دولتی می شود. بر اثر تحریکات او نمایندگان مذهبی مجلس هم به فکر طرح و تصویب قانونی در 4 ماده علیه بهائیان می افتند. رسول جعفریان در این باره می نویسد مسئله مبارزه با بهائیان در مجلس شورای ملی نیز مطرح شد و یک بار سید احمد صفایی نماینده روحانی قزوین طرح 4 ماده‌ای برای مبارزه با بهائیت تقدیم مجلس کرد. دولت نیز برای قانع کردن افکار عمومی در سال 1334 اظهار کرد که برنامه‌ای جهت مبارزه با بهائیان دارد. دولت به فرمانداری نظامی دستور می‌دهد که مراکز بهایی را اشغال کند. مراکز بهایی حتی گورستان‌ها
در سرتاسر ایران به تصرف نیروهای دولتی در می آید. اشغال حظیرة القدس ملی تهران. به نقل از اطلاعات سال 29 شماره 8670 اعلامیه شماره 93 فرمانداری نظامی شهرستان تهران درباره اشغال حظیرة القدس از طرف نیروهای انتظامی، چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهایی موجب تحریک احساسات عمومی شده است، لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حظیرة القدس نامیده می شود اشغال نمایند که از هر گونه پیشامدهای احتمالی سوء جلوگیری شده باشد. اینک فرمانداری نظامی شهرستان تهران از همه هممیهنان عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومی را نموده و از هر گونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عمومی است جداً بپرهیزند و یقین داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلی حضرت همایون شاهنشاهی به احساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندی‌های عمومی میباشد. فرماندار نظامی شهرستان تهران سرتیپ بختیار. در همان روز اشغال حظیرة القدس در 16 اردیبهشت 1334 فلسفی از رادیو تهران سخنرانی کرده و میگوید: گوش کنید مردم ایران، امروز ساعت 10 صبح تیمسار بختیار فرماندار نظامی به من تلفن کرد و گفت افسر و سرباز مسلمان کشور لانه فساد بهایی ها را اشغال کردند. سربازها، افسران، نظامیان مسلمان و متوجه به قرآن کانون فساد بهایی ها را اشغال یعنی حظیرة القدس را اشغال کردند. اینکه من اصرار می کردم ما احیای قانون و مراقبت قانون با در نظر گرفتن حفظ انتظامات می خواهیم برای این است که قدم به قدم طبق موازین قانون پیشروی کنیم. الان به رغم عنف افسران توده و افسران بهایی و آنهایی که ربط خود را از ملت، از استقلال، از وطن بریدند و نقشه خیانت در مغز پروراندند، افسران شریف، درجه‌داران با ایمان، سربازان غیور در تمام این مملکت خونشان به مهر اسلام و ایران و ملت و پادشاه مملکت می جوشد. البته استحضار ملت ایران بسیار بسیار متوجه به آرتش استقلال طلب، آرتشی که امتحان داد در روز بدبختی کانون مفاسد را ویران می کند و قدرت‌های آروده را ره می کند و مردم وطن فروش خائن را با تمام شدت تسلیم دستگاه قضایی و قانون می کند. درود بر آن آرتش، درود بر آن افسران، درود بر آن درجه داران، درود بر آن سربازان، درود بر آن قوای انتظامی با ایمان. پایان نقل بود. پس از اشغال حظیرة القدس، آیت الله بهبهانی در تلگرافی به شاه و آیت الله بروجردی اشغال مراکز بهاییان را تبریک میگوید. روزنامه اطلاعات می نویسد تلگراف آیت الله بهبهانی به پیشگاه اعلی حضرت همایونی و حضرت آیت الله بروجردی به مناسبت اشغال حظیرة القدس. به مناسبت اشغال حظیرة القدس محفل بهاییان و جلوگیری از تبلیغات فرقه بهایی، حضرت آیت الله بهبهانی تلگرافات تبریکی به اعلی حضرت همایونی و حضرت آیت الله بروجردی مخابره کردند. متن دو تلگراف مزبور برای استحضار خوانندگان به شرح زیر درج می شود. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی شاهنشاهی.
با تقدیم ادعیه خالصانه در این موقع که ذات همایون این اقدام خداپرستانه را فرموده و مطابق آمال چندین ساله این دعاگو و تمام ملت اسلام امر به بستن کانون فساد دینی و مملکتی فرموده و به وسیله آرتش اسلام امر به ضبط آن محوطه مشؤومه صادر فرمودید، تشکرات صمیمانه تقدیم و چون در نظر دعاگو این روز عیدی از اعیاد مذهبی به شمار می رود، تبریک عرض می کنم و یقین دارم قلب مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مسرور و توجه مخصوص در این موقع به ذات شاهانه خواهند فرمود. در خاتمه مزید تأیید و توفیق ذات شاهانه برای حفظ و صیانت مذهب مقدس و قوانین مقدسه اسلام و قلع و قمع هر امر مخالف با دین از خداوند علی اعلی درخواست دارم. محمد الموسوی البهبهانی. حضور مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظمی آقای بروجردی دامت برکاته. با تقدیم عرض خلوص، چون یقین دارم خاطر مبارک از اقدام خداپرستانه شخص اعلی حضرت همایونی در بستن و ضبط محوطه مشؤومه بهائیان مسرور است و در نظر حقیر این روز عیدی از اعیاد مذهبی به شمار می رود، به عرض تبریک مبادرت نموده امیدوارم با توجهات حضرت آیت الله ذات اعلی حضرت شاهنشاهی همیشه موفق به این قبیل اقدامات شاهانه باشند. محمد الموسوی البهبهانی عفی الان. اطلاعات سال 29 شماره 8672. پس از اشغال حظیرة القدس ملی، تظاهرات شادمانی در تهران به راه می‌افتد. جمعی از ساکنان تهران برای دیدن حظیرة القدس به خیابان شیراز در تهران هجوم می‌برند و سیل تلگراف‌های تشکر و تبریک به شاه و بروجردی سرازیر می‌شود. سرمقاله کیهان می‌نویسد یکشنبه 17 اردیبهشت 1334 حضرت آیت الله بهبهانی و سایر مراجع و شخصیت‌های دینی طی معروضه‌هایی به حضور شاهنشاه از بستن مرکز تبلیغات بهائیان سپاسگزاری کردند. فرماندار نظامی تهران امروز هم از حظیرة القدس بازدید به عمل آورد. دیروز عده کثیری از مردم تهران در برابر حظیرة القدس اجتماع کرده و تقاضا داشتند برای ادای نماز به آنها اجازه ورود داده شود. برای اولین بار بانگ الله اکبر به وسیله سربازان از حظیرة القدس بلند شد. تجار و کسبه برای اطعام مساکین و توزیع شیرینی و هدایا و اقامه نماز جماعت در حظیرة القدس به فرمانداری نظامی مراجعه کردند. سخنرانی‌های فلسفی همچنان از رادیو تهران پخش و از رادیو نیروی هوایی تکرار می‌شد. روحانیون در همه شهرهای ایران به تحریک مردم مشغول بودند و مردم را از معاشرت و معامله با بهائیان منع می‌کردند. جواب تلگراف آیت الله بهبهانی به دربار، تلگراف شاهنشاه رضایتمندی خاطر شاهانه جناب مستطاب حجت الاسلام حاجی میرزا سید محمد بهبهانی دامت برکاته. تلگراف جناب عالی که مشعر بر تهنیت و ادعیه خالصانه بود ملاحظه شد و موجب خرسندی و امتنان گردید، به طوری که مکرر از ما شنیده اید همیشه خود را به اجرای مقررات اسلام موظف دانسته و ادامه این توفیق را از خداوند متعال خواهانم. 17 اردیبهشت 1334 شاه.
آیت الله بروجردی به بهبهانی چنین جواب می‌دهد. تلگراف حضرت آیت الله بروجردی، تهران. حضرت حجت الاسلام و المسلمین میرزا سید محمد بهبهانی دامت برکاته. تلگراف مبارک حاکی از اقدام شخص اعلی حضرت همایونی در بستن و ضبط محوطه‌ای که فقط برای تبلیغات ضد دیانت مقدسه اسلام که طبعاً موجب عدم وحدت ملیت است و بلکه ضد استقلال مملکت و ضعیف نمودن مقام سلطنت بنا شده موجب مسرت گردید. البته عموم مسلمانان جهان و علمای اعلام بلکه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا از این اقدام مسرور هستند. میتوان گفت عقلای مملکت از وظایف حتمیه سلطنت به شمار میرود. خداونده از و شأنه دیانت مقدسه اسلام و سلطنت ایران را از گزنده دشمنان و اخلالگران حفظ فرموده و وجود مبارک را برای مسلمین مستدام دارد. حسین طباطبایی. سپهبد نادر باتمانگولیچ رئیس ستاد ارتش کلنگ به دست، تیمسار تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران و حجت الاسلام فلسفی در حظیلة القدس تهران. عکس صفحه 450. روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1334 مطابق با 9 می 1955 میلادی می نویسد: پس از نماز حضرت آیت الله بروجردی در مسجد جامع قم با حضور هزاران نفر درباره فرقه بهایی و تاریخچه مفصلی نسبت به پیدایش آن بیان کرد و از بستن مرکز تبلیغات بهایی اظهار خوشبختی کرد و از پیشگاه اعلی حضرت همایونی و همچنین فرماندار نظامی و مأمورین اظهار تشکر و قدردانی کرد. وزارت کشور به استانداری‌ها دستور داد تا از فعالیت بهائیان در سر تا سر کشور جلوگیری کنند و از این پس حتی ذکر نام بهایی در رسانه‌های گروهی ممنوع شد. روزنامه اطلاعات شماره 8673 به تاریخ 19 اردیبهشت 1334 شمسی می نویسد: دکتر پرویز خانلری معاون وزیر کشور آقای علم میگوید جلوگیری از فعالیت این فرقه امر تازه‌ای نیست، چون به نظر مقررات مملکتی چنین فرقه‌ای در ایران به رسمیت شناخته نشده است. در سال 1329 نخست وزیر وقت حسن رزمارا دستوری به وزارت کشور محسن نصر داد که به استانداران و فرمانداران ابلاغ نمایند مأمورین دولتی حق ندارند در مکاتبات خود نامی از فرقه بهایی ببرند، زیرا این فرقه در ایران رسمیت ندارد. این دستور نخست وزیر طی بخشنامه‌ای به استانداران و فرمانداران ابلاغ شد. مسئله بهائیان و سخنرانی‌های فلسفی در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار می‌گیرد. گزارش روزنامه داد شماره 3220 19 اردیبهشت 1334 شمسی سند جالبی درباره برخورد نمایندگان مجلس با این مسئله به دست می‌دهد. صفایی. آقای سید احمد صفایی اظهار نمودند که در کشور ما جمعیتی است که در حقیقت حزبی هستند با ماتریالیستی که در پشت نقاب مذهب آن را بیگانگان درست کرده اند که به تحریک و جاسوسی و قتل و غارت و فتنه‌جویی و برهم زدن امنیت کشور بپردازند. شوشتری.
آقای شوشتری اظهار نمودند من از جوانی در مبارزه با این جمعیت خیلی کار کردم، مباحثه ها نمودم و عقیده‌ام این است که اینها واقعاً یک حزب سیاسی هستند. جزایری. آقای دکتر جزایری اظهار داشتند خارجی ها گاهی سعی می نمایند در کشور ما اختلاف به وجود آورند و یکی از مظاهر این فعالیت همین جمعیت است. امامی. آقای نورالدین امامی اظهار داشتند که در قوانین ما پیش بینی هایی برای جلوگیری از این کارها شده، مثلا در قوانین ثبتی، ازدواج، اوقاف، اگر در اجرای آن دولت توجه کند همه اینها حل خواهد شد. پیراسته. آقای پیراسته اظهار نمودند که این مطلب روشن است که فعالیت یک جمعیت تخریبی برای وحدت ملی ما مضر است. نوری. آقای صفایی به من اظهار داشت درباره بهایی ها طرحی تهیه کرده ام. من پیشنهاد کردم با آقای رئیس در این خصوص مذاکره شود. آقایان، در اینکه موضوع بهاییگری جنبه سیاسی دارد جای تردید نیست. خرازی. اظهار داشتند چرا به احساسات مردم توجه ندارید؟ مردمی که با فتوای حضرت آیت الله بروجردی که مرجع تقلید مسلمانان جهان می باشد غلیانی در احساساتشان به وجود آمده است، دولت باید به راهنمایی شخص همایونی به 2 موضوع توجه مخصوص کند: اخراج بهایی ها از ادارات و مؤسسات دولتی، دیگر جلوگیری از تبلیغات و تشکیلات آنها. نراقی. آقای صادق نراقی اظهار داشتند با توجه به دستخط آیت الله بروجردی باید دولت عملیات اجرایی را ادامه دهد. انتظام. آقای عبدالله انتظام وزیر خارجه و نائب نخست وزیر اظهار داشتند این مطلب دقیقی است. اجازه دهید در هیئت دولت موضوع مطرح شده، دولت تصمیم قطعی اتخاذ کند. ولی از نظر عقیده شخصی من هم مثل آقایان اعلام می نمایم که این فرقه ضاله‌ای است، ولی باید رعایت سیاست را هم کرد و کاری کرد که خونریزی و قتل و غارت در مملکت پیش نیاید. در خاتمه آقای امیدی نوری از توجه دولت به این موضوع تشکر نمود و جلسه پایان یافت. یک نماینده مجلس به نام سید احمد صفایی طرح زیر را ارائه می دهد، اما طرح تصویب نمی شود. ماده 1. جمعیت فاسد بابی‌ها و وابستگان آنها از ازلی و بهایی مخالف امنیت کشور و غیر قانونی اعلام می شود. ماده 2. از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی به آن به هر نحوی که باشد بزه بوده، مرتکب به حبس مجرد از 2 تا 10 سال و محرومیت از حقوق مدنی محکوم می شود. ماده 3. اموال غیر منقولی که مرکز اجتماع و سازمانهای وابسته به این جمعیت می باشد یا عواید آن صرف امور مربوط به این جمعیت می شود، به وزارت فرهنگ منتقل می گردد که برای تأسیس سازمانهای تربیتی و اشاعه معارف دینی و اصول خداپرستی اختصاص یابد. ماده 4. افرادی که از این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته به آنها مشغول خدمت می باشند از این تاریخ از خدمات دولتی اخراج و به هیچ وجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود. متن نامه حضرت آیت الله العظمی بروجردی. خطاب به آقای فلسفی واعظ شهیر درباره مبارزه با بهایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ثقة الاسلام آقای فلسفی دامت افاضاته
به عرض میرساند ختمات پرقیمتی را که این چند روزه نسبت به دیانت مقدسه اسلام، بلکه مطلق دیانت و نسبت به قرآن کریم، بلکه مطلق کتب سماوات و نسبت به استقلال مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان انجام داده اید و مقداری از پرده ضخیمی را که یک حزب سیاسی به اسم مذهب بهایی روی منویات خود گسترده و متجاوز از سالها در حدود 100 سال که با تشکیلات بسیار منظم و صرف پولهای گزاف مجهول المخزن و تبلیغات دامنه‌دار خود علنا بر ضد مذهب رسمی مملکت که به طبع موجب وحدت ملیت است و شرعاً بر علیه سلطنت و حکومت کوشش می‌کنند بالا زده و مقداری از ماهیت آنها را مکشوف نموده اید، موجب مسرت حقیر و عموم مسلمانان، بلکه مسرت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا می باشد. اگرچه تمام ماهیت مطلب هنوز مکشوف نیست و بیانات منبری قدرت کشف بیشتر از این اندازه را ندارد، فقط جدیت حکومت میتواند به تدریج شبکه‌های مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد. چنانچه در نظیر آن موفق شده و می شود و گمان می کنم به نظر عقلای مملکت ضرر این حزب به استقلال مملکت به مراتب زیادتر است، زیرا فرق است بین دشمنی که اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد می کند و نیز فرق است بین دشمنی که حمله کند به قلعه محکمی بدون اینکه وسیله تخریب آن را در دست داشته باشد و دشمنی که از اول با وسیله مشغول تخریب شود. در خاتمه تذکر می دهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و مکاتیب و تلگرافاتی که از شهرستانها به حقیر می رسد کاملا این معنی را حکایت می کند. مثلا ملاحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیرزنی فقیر و مسکین که با 5 نفر اطفال صغیر بیگناه خود روی زمین خوابیده باشد وارد شوند و به آن نحو فجیع با بیل و کلنگ اینها را قطع کنند و فقط به اصرار مسلمانان و وقوف بعضی مطالب 1 نفر را اعدام و بقیه را به حال خود بگذارند. این معنی دلیل بر این است که این فرقه در دستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا اهم امور در این مقام تسویه ادارات و وزارتخانه‌ها و پست‌های حساس مملکت است از این فرقه. از خداوند عز و شأن استحکام دیانت مقدسه اسلام و مذهب مقدس جعفری و تأیید جماعتی را که در ترویج مذهب کوشش می کنند مسئلت می نماید. 15 رمضان المبارک 1374 حسین الطباطبایی. روزنامه اطلاعات دوشنبه 16 ماه رمضان 1374 مطابق با 18 اردیبهشت 1334 مطابق با 8 می 1955 میلادی. روزنامه طلوع در شماره 4 خرداد 1334 شمسی با عنوان مرکز بهائیان چگونه ویران شد گزارش جالبی از تخریب معبد بهایی منتشر کرد. مرکز بهائیان چگونه ویران شد؟ شب گذشته از طرف تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران دستور خراب کردن گنبد حضیرة القدس صادر گردید و به همین جهت از صبح امروز مأمورین فرمانداری نظامی مشغول خراب کردن گنبد حضیرة القدس گردیدند.
و به تدریج از ساعت 10 صبح امروز عده‌ای از آقایان علما و روحانیون در حضیرة القدس حاضر شده شاهد و ناظر خراب کردن گنبد حضیرة القدس بودند. خبرنگاران جرائد و عکاسان نیز به حضیرة القدس رفتند و برای تماشای خراب کردن حضیرة القدس وارد آنجا شدند. در همین هنگام صدای پتک و کلنگ بر روی طاق گنبد حضیرة القدس که از بتون مسلح و آهن ساخته شده است به گوش رسید و وقتی خبرنگاران وارد سالن شدند مشاهده کردند که عده‌ای در حدود 50 نفر عمله مشغول خراب کردن پایه‌های طاق از اطراف آن هستند و عده‌ای هم نجار و بنا مشغول تخته‌بندی برای پاشیدن سقف و باز کردن آهن‌های پیچ شده به هم بودند. مقارن ساعت 11 آقای فلسفی به اتفاق چند نفر از همراهان خود وارد حضیرة القدس شده و از سالن بزرگ و چگونگی خراب کردن آن بازدید کردند. یک مقام مطلع به خبرنگار ما اظهار داشت فقط دستور خراب کردن گنبد حضیرة القدس صادر شده است. وی گفت همکنون در حضیرة القدس یک سالن آمفی‌تئاتر بزرگ و چندین سالن بزرگ متعدد موجود است که از هر لحاظ قابل استفاده می باشد و به همین جهت بعد از اینکه حضیرة القدس به وسیله مأمورین انتظامی اشغال گردید فکر خراب کردن آن نیز به وجود آمد، ولی چون خراب کردن کلیه ساختمان‌های حضیرة القدس صلاح نبود به این جهت از لحاظ اینکه حضیرة القدس از صورت فعلی خارج شود تصمیم گرفته شد که فقط گنبد بزرگ آن خراب شود. به این جهت چند روز قبل عده‌ای مهندس در محل حاضر شده و از نزدیک گنبد را مورد بازدید قرار دادند که چگونگی خراب کردن آن را تعیین نمایند و بعد از اینکه مهندسین نظر خود را اعلام کردند دیشب دستور خراب کردن گنبد صادر گردید. از صبح امروز که عمله بنا مشغول خراب کردن گنبد حضیرة القدس گردیدند عده زیادی زن و مرد و عابرین خیابان که ناظر این جریان بودند مقابل در بزرگ حضیرة القدس اجتماع کرده و از مأمورین علت خراب کردن حضیرة القدس را سؤال می‌کردند. در همین موقع خانمی که ظاهراً پیرو فرقه بهایی بود در حالی که علامت تأثر و تأسف در قیافه‌اش خوانده میشد خود را به سربازهای مراقب در حضیرة القدس رسانید و گفت چرا اینجا را خراب می‌کنند؟ سربازها بلافاصله آن زن و سایر عابرین را که اجتماع کرده بودند متفرق ساختند. موضوع جالب توجهی که امروز هنگام خراب کردن حضیرة القدس اتفاق افتاد این بود: در همان ساعتی که مأمورین مشغول خراب کردن حضیرة القدس بودند و مردم نیز مقابل در اجتماع کرده بودند اتفاقاً به اداره آتش نشانی اطلاع داده شده بود که محلی در حوالی حضیرة القدس طعمه حریق گردیده و به این جهت اتومبیل‌های آتش نشانی نیز برای انجام مأموریت خود از اداره حرکت و ناچار بودند از مقابل در حضیرة القدس عبور نمایند و چون در آن لحظه مقابل در حضیرة القدس عده‌ای اجتماع کرده بودند چند ثانیه‌ای عبور اتومبیل‌های آتش نشانی به تعویق افتاد و همین موضوع برای عده‌ای که در آن حوالی بودند ایجاد توهم نمود که حضیرة القدس طعمه حریق شده است و به این جهت مردم دسته دسته به طرف حضیرة القدس می آمدند که ببینند چرا آنجا طعمه حریق گردیده است، ولی وقتی از جریان مطلع می شدند به محل کار خود مراجعت می کردند. رئیس ستاد در محل: همانطور که گفته شد بعد از اینکه خراب کردن حضیرة القدس آغاز شد عده‌ای از روحانیون من جمله آقای فلسفی واعظ شهیر نیز در آنجا حضور یافتند. عکاسان و خبرنگاران جرائد نیز پس از اطلاع از جریان به محل آمدند و با حرارت زیادی مشغول عکس برداری از نواحی مختلف حضیرة القدس گردیدند.
مقارن ساعت 1:30 بعد از ظهر، تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش به اتفاق تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران و آقای سرهنگ احمد واثقی رئیس رکن سوم فرمانداری نظامی در محل حاضر شدند. تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ پس از عبور از محوطه حضیرة القدس به بالای بام رفته با کلنگ مشغول خراب کردن نقطه‌ای از گنبد حضیرة القدس گردید. بعد رئیس ستاد ارتش به اتفاق تیمسار سرتیپ بختیار و همراهان از سالن‌های متعدد حضیرة القدس بازدید کرده و از طرف آقای سرهنگ حریری فرمانده نیروی اشغال کننده حضیرة القدس توضیحات لازم به عرض رسید. بازدید تیمسار سرلشکر باتمانقلیچ و تیمسار سرتیپ بختیار از حضیرة القدس قریب نیم ساعت به طول انجامید. آقای رئیس ستاد ارتش بعد از پایان بازدید اظهار داشت برای سرعت در کار بهتر است از وسایل مهندسی ارتش از قبیل جرثقیل استفاده شود. مقارن ساعت 2:15 بعد از ظهر رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی تهران محوطه حضیرة القدس را ترک کردند. مقارن ساعت 2 بعد از ظهر پرچم سبزرنگ اسلام که روی آن علامت شمشیر بود بر بالای در حضیرة القدس در میان ابراز احساسات انبوه تماشاچیان به اهتزاز درآمد و بدین ترتیب خراب کردن کانون بهائیان در تهران آغاز شد. 20 روز به طوری که مهندسین مطلع که مأمور خراب کردن گنبد حضیرة القدس گردیده‌اند اظهار می‌داشتند، خراب کردن گنبد حضیرة القدس قریب 20 روز به طول خواهد انجامید. درباره اینکه بعد از خراب کردن گنبد حضیرة القدس چه تصمیمی برای این محل گرفته خواهد شد، مقامات مطلع اظهار می‌دارند که هنوز تصمیمی گرفته نشده است، ولی احتمال دارد پس از خراب کردن گنبد تصمیم مقتضی گرفته شود. اسدالله علم درباره فلسفی می‌نویسد: شب چند مجلس روزخوانی رفتم. در یکی محمد تقی فلسفی روی منبر بود. این آخوند تاریخچه درازی دارد. اولا واعظ زبردستی است. ثانیاً حافظه بسیار خوبی دارد. ثالثاً لحن صدای او در نطق کردن واقعاً گیراست، ولی افسد الناس است. مرد پلیدی است. این همه که سنگ اسلام به سینه میزند خود فاسق ترین آدم هاست. تریاک‌کش و عرقخور است، ولی ظاهری بسیار آراسته دارد. وقتی در 13 سال پیش من وزیر کشور بودم، خود را نماینده مرحوم آیت الله بروجردی در تهران جا زده بود. یعنی واقعاً از طرف بروجردی در تهران امر و نهی می‌کرد و آن مرد مهم هم چیزی نمی‌گفت. به هر حال در آن تاریخ مقامات انتظامی و شاهنشاه را اغفال کرد و پیکاری بر علیه بهائی‌ها راه انداخت که نزدیک بود یک قائله مملکتی بشود. در چندین شهر مردم بهائی‌ها را کشتند. هر روز ظهر در ماه مبارک رمضان منبر می‌رفت و وعظ او از رادیو پخش می‌شد. آنقدر مردم را تحریک کرد که قائله در سر تا سر کشور سر گرفت. به مقامات انتظامی حالی کرده بود که از این طریق دارد وجهه‌ای برای شاهنشاه درست می‌کند. به هر صورت من با دیوانگی مخصوص خودم جلویش را گرفتم و اجازه ندادم منبر برود تا کشور آرام شد. وقتی نخست وزیر بودم باز هم علمدار علما و فئودالها بر علیه اصلاحات شاه شد تا قائله 15 خرداد پیش آمد. آن وقت من او را گرفتم و حبس کردم.
در محبس فقط از من عرق و تریاک خواسته بود که برایش فرستادم. بعد از من آزاد شد و حالا باز منبر می رود. خلاصه فلسفی دیشب به نمایشنامه شهر قصه که جوان بازوقی نوشته و در آن به آخوندها حمله منطقی فراوان شده است و بسیار عالی است و در تلویزیون نمایش داده اند، بعد از آنکه در تئاتر از آن استقبال زیادی شد حمله کرد و خیلی مهمل گفت و سفسطه کرد. اطلاعیه فرمانداری: تبلیغات یک ماهه فلسفی و تحریکات وی به اشغال کلیه اماکن بهایی در سرتاسر ایران منجر شد. فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شماره 93 مورخ 16 اردیبهشت 1334 مطابق با 6 می 1955 میلادی خبر تصرف حضیرة القدس را چنین به اطلاع مردم کشور رساند: چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهایی موجب تحریک احساسات عمومی شده است، لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مراکز تبلیغات این فرقه را که حضیرة القدس نامیده می شود اشغال نمایند که از هر گونه پیشامدهای احتمالی سوء جلوگیری شود. اینک فرمانداری نظامی شهرستان تهران از همه هم میهنان عزیز انتظار دارد در این مورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومی را نموده و از هر گونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عمومی است جداً بپرهیزند و یقین داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلی حضرت همایون شاهنشاهی به احساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندی‌های عمومی است. فرمانداری نظامی تهران، سرتیپ بختیار. اطلاعات شماره 8670 شنبه 16 اردیبهشت 1334 مطابق با 6 می 1955. دستورات شاه درباره بهائیان. شاهنشاه 5 نفر از روح را در کاخ مرمر به حضور پذیرفتند. در این شرفیابی روحانیون درباره فرقه بهایی و جلوگیری از تبلیغات آنها مطالبی معروض داشتند و معظم الله در پاسخ اظهارات آنان فرمودند که در این مورد به دولت دستور داده شده است تا موضوع را به نحوی که موجب رضایت آقایان علما و عموم مردم باشد فیصله دهند. 20 اردیبهشت ماه 1334 شمسی روزنامه اطلاعات. در 26 اردیبهشت همین سال علم به مجلس شورای ملی گزارش می‌دهد دولت درباره انحلال مجامع بهایی و فرقه‌های ضاله گزارشی به مجلس شورای ملی داد که مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. علم وزیر کشور گفت دولت با نهایت قدرت از هر گونه اخلالگری و فساد جلوگیری می کند و به استانداران و فرمانداران دستور داده شده است مراکزی را که موجب فتنه و فساد و مخل امنیت کشور است منحل نمایند. کشتار بهائیان پس از سخنرانی‌های فلسفی. سخنرانی‌های فلسفی از رادیو تهران قتل و غارت بهائیان را در دهات و شهرستان‌هایی چون نیریز، دهبید، نجف آباد، منشاد، نطنز، یزد، کاشان، بیرجند و هرمزک یزد تشدید کرد. هرمزک یزد
گزارش حوادث فاجعه هرمزک یزد را خانم منظر امیری در شکایتی به فرمانداری شهرستان یزد ارائه داده است. بر اساس گزارش او حدود 100 نفر با حمایت مأموران دولت با طبل و دهل و هلهله و شادی به دهکده هرمزک رفته یک خانواده 7 نفره بهایی را به قتل رساندند. کشته شدگان در هرمزک یزد: 1. استاد فریدون هرمزکی 70 ساله. 2. رقیه خانوم همسر فریدون 65 ساله. 3. عبدالرزاق برادر رقیه 80 ساله. 4. قیام علی پسر برادر فریدون 45 ساله. 5. امان الله پسر برادر فریدون 35 ساله. 6. هدایت الله پسر برادر فریدون 30 ساله. 7. علی اکبر حسنی برادر رقیه خانوم 70 ساله. متن شکایت خانوم منظر امیری: به تاریخ 11 مرداد 1334 مطابق با 3 آگوست 1955 مقام منیع و محترم فرمانداری شهرستان یزد، دادستان شهرستان یزد، احتراما به عرض عالی می‌رساند این کمینه منظر امیری هرمزکی از آنجا که آن جناب دادرس مظلومان و فریادرس بیچارگان هستید و این بنده هم بازمانده مقتولین و ناظر جانگداز هرمزک بوده ام، عریضه تظلم‌آمیز و مختصری از شرح جریان این قتل فجیع را به حضورتان معروض و در حالت بینوایی و آوارگی تمنای رسیدگی و احقاق حق مظلومین را دارم. مقدمتاً آنکه با وجود شکایات متوالی که به آن جناب و سایر ادارات مربوطه و پاسگاه محل در مورد وضع هرمزک و ایذاء و اذیت اشرار محلی و عدم تأمین جانی گردید و آن جناب هم اوامر مؤکدی مبنی بر جلوگیری اشرار و تأمین اوضاع محل به ادارات مربوطه صادر فرمودید، نه تنها کوچکترین اقدامی از طرف پاسگاه محل مبنی بر رفع تعدی به حال ما ضعفا نگردید، بلکه بر تحریک و تفتین آنها افزود و با کمک میرزا علی اکبر توکلی کدخدا و محمد جلالی سخویدی موجب این واقعه جانگداز گردید. درست 2 روز قبل از این واقعه اسف‌انگیز بود که منشی پاسگاه عباس ژاندارم به معیت رئیس پاسگاه و سایر ژاندارم‌ها به هرمزک که در حدود 3 کیلومتری پاسگاه واقع است آمده بود و به پدرم جعفر و عمویم فریدون داخل پرانتز مقتول و شوهرم عبدالحسین فحاشی می نمود و تقریباً تا 1 ساعت بعد از نصف شب از آنها بازجویی می کرد و بدین ترتیب در اثر شکایاتی که نسبت به کدخدا و اشرار محلی شده بود قوای تأمینیه رسیدگی و رفع اذیت مظلومین می نمودند. در این موقع منشی پاسگاه مذکور به ژاندارم دیگری که حسن نام داشت می گفت برو به مزرعه خسرو سخوید و به اشرار بگویید این بهایی‌های فلان فلان شده را سقط کنند. بعد از ظهر روز 5 مرداد 1334 بود که سرکار سرجوخه جمیلی رئیس پاسگاه سخوید یزد پس از صرف نهار تقریباً 1 ساعت قبل از این واقعه معلمه ژاندارم‌های خود را برداشته و از هرمزک به طرف سخوید حرکت نمود
حتی یک نفر ژاندارمی هم که به نام روانبخش متجاوز از 40 روز بود که پس از اشغال منزل فریدون مقتول به نام حضیرة القدس در آن سکنا گزیده بود، با خود به سخوید بود. قریب به 1 ساعت بعد بود که خاور دختر رزاق به همراه پسرش آقا رضا فحاشی کنان وارد هرمزک شد و ابتدا آقا رضا به شدت کاردی به گلوی برادرم هدایت زد و مادرش او را تشویق و امر می کرد که با بیل سرش را جدا کن. من پیش دویدم و دست برادرم را گرفته به بالاخانه منزل عمویم فریدون مقتول بردم که عده‌ای اشرار سخوید و مزرعه خسرو نیز رسیدند. برادر دیگرم امان الله نیز به منزل فریدون آمد و هر دو برادر را در دولابچه بالاخانه پنهان کردند. فریدون و عیال او رقیه و علی اکبر پیرمرد 70 ساله به بالاخانه آمدند. در این موقع عده‌ای اشرار وارد شده عبدالرزاق را که در صحن خانه بود کشتند. عده‌ای نیز مشغول سوزاندن و خراب کردن و غارت کردن بودند. حتی کندوهای زنبور عسل را در آتش انداخته و سوزانیدند و از 4 پایان 2 الاغ را که فرار نکرده و به آنها دست یافتند با کارد شکمشان را دریده و معدوم ساختند. در همین لحظه اشرار مرتباً گلوله‌های پارچه‌ای را که آغشته به نفت ساخته بودند آتش زده و به داخل بالاخانه می انداختند و سنگ پرتاب می کردند. در این اثنا که همه سنگ باران و بالاخانه طعمه حریق بود، رقیه عیال فریدون از بالاخانه پایین آمد تا شاید اشرار شرم کرده و به نصیحت او متفرق گردند، لکن او را گرفته و بلافاصله به حالت فجیعی شهید کردند. بعداً به بالاخانه آمده و در ابتدا عمو فریدون را حاجی میرزا جواد با آلتی که در دست داشت ضربات سختی به سر و بدن او وارد ساخته و در حالی که در حالت جان دادن بود او را به پایین پرتاب کرد. سپس علی اکبر حسینی پیرمرد 70 ساله را نیز به همین وضع کشتند. غلام علی امیری را نیز لحظه‌ای قبل در صحرا هنگام آبیاری یوسف بخش علی و سلمان غفار کرم عموزاده در حالی که از دور ثریا و فرخنده دختر همشیره‌های غلام علی ناظر این صحنه دلخراش بودند کشتند. روح الله فرزند اسدالله کریم که خاله‌زاده این کمینه است به معیت امرالله سخویدی فرزند رضا نجار که به بالاخانه آمده بودند برادرانم امان الله و هدایت الله را از دولابچه بیرون کشیده و روح الله مذکور با ضربات مهلکی که به سر و بدن پسرخالش امان الله یعنی برادر جوان 25 ساله این آواره بدبخت وارد ساخت کارش را تمام نمود و او را از بالاخانه به پایین پرتاب کرد. امرالله سخویدی نام برده هم ضرباتی به برادر دیگرم هدایت الله وارد ساخت و بعد لحافی را که آغشته به نفت کرده بود آتش زد و بر روی جسد نیمه جان هدایت الله انداخت. حال تصور فرمایید که در آن موقع به این مظلومه بینوا که ناظر به این اعمال وحشیانه و قتل برادران و اقوامش بود چه می‌گذشت. بعداً امرالله نام برده به من حمله برگردید و با چوب مرا مضروب ساخت و با کاردی که در دست داشت ضرباتی به سر و دست من وارد نمود که از طرف دکتر قانونی در محل معاینه گردیده و در پرونده مربوطه قید شده است. در این اثنا
نفت روی من ریخت و کبریت بیرون آورد که مرا آتش بزند. اتفاقاً کبریت آتش نگرفت. این کمینه دامن او را گرفتم و او را قسم دادم که مرا نکش و بچه هایم را یتیم مکن. مردی که در پشت درب ایستاده بود گفت کاری به این زن بدبخت نداشته باش. او مرا رها کرد و دوباره به طرف نعش برادرم هدایت الله رفت. دیگر چشمم کار نمی کرد که ناظر اعمال وحشیانه‌اش باشم. چند ساعت از شب گذشته بود که دیگر صدایی از اشرار شنیده نمی شد. 2 نفر ژاندارم‌ها را ملاحظه کردم، به آنها التماس کردم مساعدتی کنی تا برادرم هدایت الله را که آثاری از حیات در او مشاهده می شود نجات دهم. گفتند الان می رویم و ماشین می آوریم. رفتند و دیگر بر نگشتند. این کمینه خود را به سختی حرکت داده و به نزد مادر و پدرم که پنهان شده بودند آمدم. پدر پیرم طاقت نداشت به سر نعش پسرش حاضر شود، ولی من و مادرم به بالین آنها آمدیم. گویی هنوز آثار حیات و نفس در برادر جوان بزرگترم هدایت الله دیده میشد. من و مادرم سر آن جوان ناکام را در دامن گرفتیم، آب به صورتش پاشیدیم، اما او دیگر در عوالم دیگری. رفته رفته اثرات حیات نیز از او محو شد. لذا با حالت زار برخاسته به نزد پدر پیر ناتوانم آمدیم و تا صبح به همین حالت در بیابان گذراندیم. صبح که شد ژاندارم‌ها به هرمزک آمدند تا نتیجه عملیات و رسیدگی خویش را به شکایات ما ملاحظه کنند. قریب به ظهر بود که سلجوقه رئیس پاسگاه نیز به هرمزک آمد. آری بدین ترتیب در اثر تحریک و تفتین کدخدای سخوی و محمد جلالی و همراهی پاسگاه ژاندارمری محل 7 نفر از نفوس بیگناه که از رعایای صدیق شاهنشاهی بودند به عنوان بهاییت به فجیع ترین وضعی کشته شدند و کلیه اموال و جان و مالشان غارت و یا طعمه حریق گردید. حال با عرض و ذکر این واقعه جانگداز تمنای عاجزانه این زن مصیبت رسیده آواره آن است که رسیدگی دقیق فرموده و به منظور تذکر و تنبیه اشرار دستور تعقیب و مجازات مرتکبین را صادر فرمود. با تقدیم احترامات فائقه، منظر امیری. حصار خراسان، دیماه 1334 شمسی. بخشی از گزارش محفل بهائیان مشهد به محفل تهران 5 بهمن 1334 شمسی. بر اثر تحریکات چند نفر از آشوب طلبان و مفسد جویان که عبدالکریم شجاعی در رأس آنان قرار دارد، در اواخر دیماه هازهة السنه اهالی حصار شروع به اذیت و ایذاء بهائیان آن نقطه می نمایند و روز 28 دیماه هازهة السنه محرکین و اشرار به اتفاق جمعیت زیادی از اهالی به خانه‌های بهائیان هجوم نموده و مرتکب جنایات و اعمال قبیحه و وحشیانه‌ای می‌شوند که مختصری از آن فهرستوار ذیلاً درج می‌گردد. 1. در تاریخ 28 دیماه 1334 عباس علی حسن علی زاده، عباس علی روشنی، حسن قوتی، حسن صدری، محمد اسماعیل ثابتی را گرفته، پالان الاغ بر پشت آنها گذاشته و ریسمان به گردنشان بسته و در کوچه ها گردش داده و با مشت و لگد ضربات سختی به شکم آن بیچارگان وارد می سازد.
2. در تاریخ 29 دی ماه 1334 به منزل عطاالله عظیمی حمله نموده، پس از خالی کردن چند تیر خانه او را آتش می‌زنند. در همان روز به منزل ماهپری غفاری رفته اموال را به غارت می‌برند و نیز به بهانه تفتیش به منازل عده‌ای دیگر از بهائیان هجوم نموده و اموالشان را غارت می‌کنند. 3. در تاریخ دی ماه 1334 مجدداً همان 5 نفری را که در قسمت اول ذکر گردید با علی عرفانی ریسمان به گردنش بسته به اتفاق عده‌ای دیگر علی محمد بدیعی، خواجه علی اکبر میثاقی، حسن غلامی، محمد حسن حمدی، نورالله حمدی، رجب علی پاکزاد، حاجی نورایی، محمد علی همایونی، یدالله فتاح، رحمت الله فتاح، محمد مهدی کامیاب، سید جلیل مصباح، علی اکبر متدین و محمد قدرتی با تهدید به مسجد برده و وادار به سب و لعن و تبری و بدگویی به مقدسات خود می نماید. 4. روز اول بهمن ماه 1334 مطابق با 21 ژانویه 1956 میلادی اشرار و رجاله به بانوان بهایی حمله ور می شوند و 46 نفر از زنهای بیپناه را دستگیر نموده با زجر و شکنجه و اعمال وحشیانه‌ای که در بین قبایل آدمخوار مشاهده نشده آنها را به مسجد میبرند و در بین این عده ذبیحه وحدتی و معصومه نظری و فاطمه الهی و روحانگیز رخشنده را غربال به گردن انداخته و چند زنگوله به غربال آویزان نموده، طنابی به گردن آنها بسته و این جمع مظلوم را با هیاهوی زیاد دور شهر می‌گردانند و یک نفر زن پست طینت که جزو اشرار بوده به عظیم خانوم عظیمی حمله ور شده موی بدن آن مظلومه را در کمال وقاحت و قساوت و بیشرمی می‌کند و جمعیت مهاجمین با فریاد و هلهله کلمات رکیکی نسبت به آن مظلومین بر زبان می‌رانده‌اند که قلم از ذکرش حیا می‌کند. 5. پیشوایان و متنفذین محل که عبارت از شیخ میرزای ایزدی، شیخ مسیح الله ذبیحی، شیخ محمد مهدی معصومی و در رأس آنها عبدالکریم معروف به حاجی خان شجاعی است قدغن می نمایند بدون اجازه کتبی آنها از محل خارج نشوند و اخطار و تهدید می کنند که اگر کسی برخلاف دستور رفتار نماید جان و مال و ناموسش مباح و حلال است. و مقصود محرکین فتنه از صدور این دستور این بوده که کسی از محل خارج نشده و به مقامات و مراکز بالا شکایت و تظلم ننماید و برای جلوگیری از خروج بهائیان از حصار اشخاص را در نقاط معینی اطراف قریه می‌گمارد. 6. در تاریخ 28 دی ماه 1334 آقایان ابراهیم دسترس و اسماعیل زاکری و غلامی 3 نفر مأمورین ژاندارم که از پاسگاه علی‌آباد 4 فرسنگی حصار برای رؤیت رساندن احضاریه در محل بوده‌اند و جریان را مشاهده و شخصاً برای جلوگیری از فساد مداخله می‌نمایند از طرف اهالی خلع سلاح می‌شود. 7. در تاریخ 29 دی ماه گروهبان محمد برجسته با چند نفر ژاندارم به حصار می‌رود و تمام این حوادث در حضور او انجام می‌گیرد و چون خود را از جلوگیری عملیات اشرار و مفسدین عاجز می‌بیند مراجعت می‌کند و فرمانده گردان سرهنگ اوحدی و فرمانده گروهان سرگرد
متقی در عصر روز 4 بهمن به حصار حرکت می‌کند. 8. 3 نفر ژاندارمی که برای استقرار نظم به حصار اعزام شده اند در منزل ماهپری غفاری، یکی از زنهای بهایی که مورد غارت و اذیت واقع گردیده، سکونت نمودند و در حدود 25 نفر از اشخاصی که در نتیجه آزار و اذیت اشرار متواری و از حصار خارج شده بودند به محل مراجعت نموده و در یکی از اتاقهای همان منزل غفاری ساکن گردیدند، ولی اشرار دست از تعدیات خود بر نداشته. در اطراف منزل غفاری جمع شده و در جلوی چشم ژاندارم‌ها به ساکنین خانه فحاشی و آنها را تهدید می‌نمایند. 9. چون در این مدت از طرف مأمورین اقدام مؤثر و شدیدی نسبت به اشرار و محرکین آنها معمول نمی شود، بر جسارت تجاوزگران روز به روز افزوده شده و کار به جایی می رسد که در لیله 14 بهمن 1334 مطابق با 3 فوریه 1956 یک نفر از اهالی حصار به نام حسن اسحاقی شبانه به منزل عطاالله عظیمی رفته و ابتدا از عیال او زینت خانم مطالبه می نماید که محل شوهر خود را به او نشان بدهد. وقتی مشار الیها از این موضوع اظهار بی اطلاعی می نماید، شخص مسحور حسن اسحاقی با کارد برهنه به زن مظلوم و بیپناه حمله ور شده و کارد را به گلوی او گذاشته با تهدید به قتل به آن زن بیچاره تجاوز می کند. صبح روز بعد از طرف زن ستمدیده به پاسگاه موقتی انتظامی و سرجوخه ناصری شکایت می شود. وضع حصار فعلا طوری است که اگر پاسگاه مقتدری مرکب از افرادی که اهل محل نباشند در آن نقطه تأسیس نشود و از تحریکات دامنه‌دار عبدالکریم شجاعی محرک اصلی این فجایع و مظالم و همدستان او جداً جلوگیری به عمل نیاید و شخص مذکور از آن ناحیه تبعید نشود، وقایع مذکوره به نقاط سایره در خراسان سرایت نموده و به قتل و غارت عده‌ای از افراد مظلوم و بیگناه و نهب و غارت اموال آنان منجر خواهد شد. پیامدهای فتوای آیت الله بروجردی علیه بهائیان. بعد از ماه رمضان 1334 شمسی، بهائیانی که در ادارات دولتی مشغول کار بودند اخراج می شوند. روحانیون به دستور آیت الله بروجردی از بالای منابر مردم را به تحریم معاملات و قطع رفت و آمد با بهائیان دعوت می کنند. آیت الله منتظری در خاطرات خود می نویسد مرحوم آیت الله بروجردی خیلی ضد بهایی بود. مثلا در طرفهای یزد یک بهایی را کشته بودند و بنا بود قاتل را اعدام کنند، آن هم در روز 15 شعبان. آیت الله بروجردی در این قضیه خواب نداشت و میخواست به هر قیمتی که هست از اعدام او جلوگیری کند. دائما حاجی احمد را به این طرف و آن طرف میفرستاد و بالاخره آن شخص اعدام نشد. آیت الله منتظری می نویسد صحبت آقای فلسفی در آن سال خیلی گل کرد و مردم همه اطراف رادیوها جمع می شدند صحبتهای آقای فلسفی را گوش کنند. در همان ایام من برای نماز و تبلیغ دینی می رفتم به نجف آباد. چون نجف آباد بهایی زیاد داشت، من از آیت الله بروجردی راجع به معاشرت و خرید و فروش و معامله با بهایی ها سوال کردم و ایشان در جواب مرقوم فرمودند بسم تعالی لازم است مسلمین با این فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. حسین الطباطبایی.
آیت الله منتظری در ادامه می نویسد ما بعد از اینکه مقدمه چینی کردیم شیخ ابوطالب مصطفایی حکم آقای بروجردی را خواند. با خوانده شدن این حکم جو گسترده‌ای علیه بهائیت در نجف آباد ایجاد شد. آن وقت کاری که من کردم این بود که تمام طبقات و اصناف نجف آباد را دعوت کردم و همه علیه بهائیت اعلامیه دادند. مثلا نانواها نوشتند ما به بهایی ها نان نمی فروشیم. راننده ها امضا کردند که ما دیگر سوارشان نمی کنیم. خلاصه کاری کردیم که از نجف آباد تا اصفهان که کرایه ماشین 1 تومان بود، یک بهایی التماس می کرد 50 تومان بدهد و او را نمی بردن. البته همه این نبردنها هم از روی ایمان نبود. خیلی ها از دیگران و از جو عمومی جامعه می ترسیدند که آنها را سوار کنند. بالاخره با این حرکت آنها در نجف آباد متلاشی شدند. به روایت آیت الله منتظری در همان روزها حضیرت القدس نجف آباد را هم آتش زدند و عده‌ای از بهائیان نجف آباد به اجبار از این شهر مهاجرت می‌کنند. منتظری ادامه می‌دهد پس از اینکه حکم آیت الله بروجردی در نجف آباد به اجرا گذاشته شد من به اصفهان آمدم و با علمای اصفهان صحبت کردم. بر اساس گزارش میرزا قابل در کتاب وقایع امری آباده سال 1334 شمسی در آباده یک بهایی به نام میرزا ابراهیم دانا را کتک میزنند و فرق سر او را میشکافند. او با فرق شکافته و خونالود به فرمانداری رفته و از فرماندار سید حسن افتخاری دادخواهی می نماید. آقای فرماندار نه تنها به شکایت او ترتیب اثری نمی دهد و حتی دلجویی از او نمی کند بلکه او را تحقیر می نماید. در کوشک چند کیلومتری آباده یک بهایی به نام نعمت الله تشکر را شدیداً مضروب می سازند و شکم گاو آبستن او را با کارد پاره می کنند. مردان به کوه و صحرا فرار می کنند. پیرمرد 70 ساله‌ای به نام آقا حسن فرحبخش که قادر به فرار نبوده به چنگ ستمکاران می افتد و چون حاضر به تبری نمی شود عمل وحشیانه شنیعی می کنند که قلم از ذکر آن شرم دارد. او به فاصله کوتاهی بدرود حیات می گوید. در قریه سقاد اراذل و اوباش به خانه عباس قلی پاکباز ریخته غارت نموده و آتش میزنند و حتی مرغ و جوجه هایی که در خانه داشته اند را داخل آتش می اندازند. همسر وی به نام سکینه از شدت ناراحتی پس از مدت کوتاهی فوت می شود. یکی از سردسته های اشرار سقاد موسوم به سید محمود گلودون به عباس آباد که مالک آن محمد تقی افنان بهایی بود پیغام می دهد و تهدید می کند که اگر مبلغ 1500 تومان نپردازید کاری را که با پاک باز کردم با شما هم خواهم کرد. مباشر ایشان که پول نقد در اختیار نداشته حاضر می شود 3000 کیلو گندم که قیمت آن معادل وجه درخواستی بوده بپردازد. قائله را تمام کن. واقعه نگار دیگری به نام محمد شفیع روحانی وضع بهائیان شیراز و نیریز را در سال 1334 شمسی ثبت کرده. واقعه شیراز. اشرار شبانه روز مشغول اذیت و آزار بودند. چندین خانه و مغازه را غارت کردند و بیت مبارک منزل سید علی محمد باب را تا حدود زیادی خراب کردند. آنها نقشه قتل عام بهائیان را کشیده بودند. مردم بر علیه بهائیان تحریک شده بودند و هیچ فردی از بهائیان در روز نمیتوانست از خانه خود بیرون رود.
در همان روزها حکم اخراج بهائیان از ادارات دولتی آغاز گردید. محمد شفیع روحانی کارمند اداره پنبه فارس از کار برکنار می شود. نیریز. از همان روزهای اول سخنرانی فلسفی عرصه بر بهائیان در نیریز تنگ شد. عده‌ای به کوهها فرار کرده و عده‌ای دستگیر می‌شوند. دستگیر شدگان را به قصد کشت کتک می‌زنند. یک بهایی به نام میرزا عبدالسمیع که پدر و پدر بزرگ او در واقعه شیخ زکریا کشته شده بودند سخت مجروح می‌شود. بهایی دیگری که مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد یزدانیار است. مردم در میدان شهر قصد کشتن این دو بهایی را داشتند، اما به یاری رئیس ژاندارمری از مرگ نجات می‌یابد. آن دو را برای معالجه نزد دکتری میبرند، اما دکتر از ترس سید محی الدین روحانی محل از مداوای آنان خودداری کرده و خودداری دکتر به مرگ هر دو منجر می‌شود. خسارات مالی بهائیان زیاد بوده. باغ‌های بهائیان را خراب می‌کنند و درختان را قطع می‌کنند. حتی گورستان بهائیان هم از خرابی در امان نمی‌ماند. همه سنگ قبرها را می‌شکنند. اشغال مراکز مذهبی بهائیان در دیگر شهرها. در همه شهرهای ایران مراکز مذهبی بهایی به تصرف دولت در می آید. اصفهان. قوای انتظامی حضیرت القدس بهائیان اصفهان را با حضور رئیس شهربانی دادستان و رئیس کلانتری 4 اشغال کردند. 22 رمضان 1334. اهواز. دوشنبه 16 رمضان 1334. آقایان سرهنگ سریری فرماندار نظامی و سرهنگ دولتشاهی رئیس کلانتری به اتفاق عده‌ای سرباز و پلیس وارد حضیرت القدس شدند. شیراز. دستور لشکر فارس به شهربانی شیراز. حضیرت القدس مرکز فرقه بهایی و سایر اماکن و منازل مربوط به آن فرقه تحت نظر گرفته شد. بندر پهلوی. در اثر جریانات اخیر و لزوم مبارزه با فرقه اخلالگر تصمیمات مقتضی از طرف آقایان فرماندار و رئیس شهربانی بندر پهلوی اتخاذ گردید و آقای سروان بردبار رئیس شهربانی در تعطیل حضیرت القدس و 2 محل دیگر اقدام نمود و کلیه کتب و پرونده و سوابق مربوط به آنها ممحور و به شهربانی انتقال داده شد و محلهای مذکور تحت مراقبت کامل قوای انتظامی قرار گرفت. همه سازمانها، احزاب و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی اعم از آزاد یا ممنوع، از جبهه ملی تا حزب توده و همه روشنفکران، نویسندگان و روزنامه نویسان ایرانی در برابر تخریب حضیرت القدس سکوت کردند. تنها کسی که اشغال حضیرت القدس و خراب کردن گنبد آن را عملی نادرست و خلاف قانون نامید، خسرو روزبه افسر سازمان نظامی حزب توده بود. او در محاکمه خود در دادگاه نظامی گفت: داستان اشغال حضیرت القدس را خوب به خاطر می آورم و کسی آن را از یاد نبرده است. من همکنون قیافه سرلشکر باتمان قلیچ را خوب به خاطر می آورم که کلنگی به دست گرفته بود و مشغول خراب کردن گنبد حضیرت القدس بود. این جمله را هم به طور معترضه می گویم که من هر قدر فکر کردم نفهمیدم رئیس ستاد ارتش چرا باید در این گونه امور مداخله نماید. به هر حال این بنا
متعلق به افراد مملکت است که تابعیت و اهلیت قانونی دارند و به موجب اصل 17 قانون اساسی سلب مالکیت از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. اصول 15 و 16 نیز همین معنی را تأکید می نماید. با وجود این به چه مجوزی این بنا اشغال گردید و گنبد گران قیمت آن خراب شد و خسارت زیادی به بار آورد؟ کدام محکمه به این امر صحه گذاشت و آن را مجاز کرد؟ همین مسئله که این بنا پس از مدتی که تحت اشغال و مرکز کار فرماندار نظامی بود و اینکه به صاحبش مسترد گردیده است، آیا دلیل روشنی نیست که عمل قبلی برخلاف قانون و تجاوز نسبت به اصول قانون اساسی بوده است؟ انجمن حجتیه از سال 1335 تا وقوع انقلاب اسلامی کشتار بهائیان متوقف می شود. اما سرکوب فرهنگی آنان که از کلیه امکانات نشر و چاپ محروم بودند شدت می گیرد. رسول جعفریان می نویسد فعالیت‌های علمی بر ضد بهائیان در همه این سالها ادامه داشت. برای مثال در کمتر شماره‌ای از آیین اسلام بود که مطلبی بر ضد بهائیان منتشر نشود. در این سالها روحانیون غالباً درباره آیین بهائیت سخن می‌گفتند و از مردم می‌خواستند تا مانع نفوذ آنان در ادارات شوند. یکی از این افراد آیت الله خالصی زاده بود. از اواسط دهه 1330 یک تشکل مذهبی ویژه با هدف مبارزه با بهائیت ابتدا در مشهد و سپس در تهران و سایر شهرها تأسیس شد. گروه حجتیه که مطابق مدارک موجود از کمک‌های سازمان امنیت شاه نیز برخوردار بود، مبارزه بی‌امانی را با بهائیان شروع کرد. از منظر برخی مورخان تاریخ معاصر سازمان امنیت بر آن بود تا با تقویت حجتیه نیروهای جوان مذهبی ناراضی را از پیوستن به گروه‌های رادیکالی چون مجاهدین خلق باز داشته و به مبارزه با بهائیان سرگرم کند. تبصره 2 اساسنامه انجمن حجتیه هر نوع فعالیت سیاسی اعضای انجمن را ممنوع می‌کند. حجتیه با ممنوع کردن فعالیت سیاسی حمایت دستگاه امنیتی را جلب می‌کند. حد اعتماد دستگاه امنیتی به آقای حلبی بنیانگذار و رهبر انجمن حجتیه را در سند زیر می‌توان دید. در این سند رئیس واحد اطلاعات دستگاه امنیت دستور می‌دهد که هر اقدامی نسبت به گروه حجتیه با نظر حلبی باشد. پیرو نامه شماره 12/25/20/171 مورخ 17/1/36 سازمان اطلاعات و امنیت تهران خواهشمند است دستور فرمایید از هر گونه اقدام و نظراتی که نسبت به اعضای 5 نفر یاد شدگان در نامه پیروی مذکور به عمل خواهند آورد این واحد را نیز آگاه سازند. ضمناً چون تجمع نامبردگان جنبه ضدیت با مسلک بهایی را دارد و برابر اطلاع ها شیخ محمود ذاکرزاده تولایی معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش 21 سازمان اطلاعات و امنیت تهران همکاری هایی دارد، اصلح است هر گونه اطلاعی
در مورد جلسه متشکل را قبل از احضار بقیه از مشار الیه استفسار نمایند. رئیس واحد اطلاعات کمیته مشترک ضد خرابکاری ناصری 23/1/36. در سند دیگری سازمان امنیت برخی از افراد خود را که به دلیل بی اطلاعی از روابط انجمن با دستگاه امنیتی علیه برخی از فعالان حجتیه اقداماتی انجام داده‌اند توبیخ می‌کند. درباره شیخ محمود تولایی برابر اظهارات نامبرده بالا، آقای محمود صالحی نماینده انجمن مباحثه و ارشاد بهائیان به دین اسلام از طریق آن ساواک احضار و توضیحاتی در مورد انجمن مذکور از وی خواسته شده و با آنکه مشار الیه صراحتاً اعتراف نموده که کلیه سوابق امن توسط گردانندگان انجمن در مرکز در اختیار ساواک قرار گرفته، محاذا مرتباً به عناوین مختلف اظهار و مورد بازرسی قرار گرفته است. خواهشمند است دستور فرمایید چگونگی و علت احضار نماینده انجمن فوق الذکر را اعلام دارد. مدیر کل اداره سوم مقدم. علی اکبر پرورش از فعالین اولیه انجمن که بعد از انقلاب 57 به وزارت آموزش و پرورش و نیابت ریاست مجلس رسید، درباره واکنش دستگاه امنیتی به استعفای خود از انجمن حجتیه میگوید: وقتی ساواک متوجه شده بود که من از انجمن کنار رفته‌ام، همین نادری از مسئولین عالی رتبه دستگاه امنیت ملعون ما را خواست و خیلی فحاشی کرد و گفت چرا دیگر در انجمن نیستی؟ سازمان امنیت ایران برای بازداشتن جوانان فعال مذهبی از فعالیت‌های سیاسی و جلوگیری از پیوستن آنان به گروه‌های چریکی یا محافل روحانیونی که علیه حکومت فعالیت می‌کردند، از انجمن حجتیه که در آن هر نوع فعالیت سیاسی ممنوع بود حمایت می‌کرد. انجمن حجتیه علیه بهائیان فعالیت می‌کرد و فعالیت علیه بهائیان به زیان حکومتی که شاه آن خود را مرید امام زمان می‌دانست نبود. هاشمی رفسنجانی میگوید کاری که انجمن حجتیه میخواستند بکنند این بود که مثلا جلوی بهایی ها را بگیرند. این همت آنها بود و چون آن کار بی خطر بود استقبال میکردند. یعنی جوانانی بودند که داخل وجودشان تمایل به خدمات دینی بود، اما چون آن میدان باز بود میرفتند آنجا استقبال خطر نمی کردند. رژیم از این گونه کارها خوشش می آمد چون یک مقدار از نیروها را مشغول می کرد. در جلسه‌ای که دکتر مفتح از فعالین معروف مذهبی در زمان محمد رضا شاه از موانع دولت در برابر سخنرانی‌های مذهبی انتقاد و گله می‌کند، آقای حلبی پاسخ می‌دهد: شما برخلاف مصالح مملکت صحبت می‌کنید، دستگیرتان می‌کنند، ولی ما کمیسیون‌ها و کنفرانس‌های عظیم تشکیل می‌دهیم و هیچ کس مزاحم ما نمی‌شود. رسول جعفریان می نویسد از اواسط دهه 30 یک تشکل مذهبی ویژه به هدف مبارزه با بهائیت در تهران و سپس در سایر شهرها پدید آمد. رهبری این تشکل از سال 1332 به دست حاج شیخ محمود تولایی مشهور به حلبی بود.
آقای حلبی با تشکیلات منظمی که بعدها به انجمن حجتیه شهرت یافت مبارزه‌ای پردامنه را بر ضد بهائیان آغاز کرد. انجمن در هر شهری دفتری داشت که تحت عنوان بیت امام زمان شناخته میشد. این بیت مسئولی داشت و زیر نظر وی 3 گروه تدریس، تحقیق و ارشاد فعالیت می‌کردند. مبارزه حجتیه با بهائیان. گروه مناظره حجتیه در جلسات تبلیغی بهائیان حاضر شده و جلسات را به هم می‌زدند. آنها مطمئن بودند که شکایت صاحب خانه و یا مراجعه به مقامات انتظامی هیچ گونه خطری برای آنها نخواهد داشت. برخی اعضای انجمن حجتیه با معرفی خود به عنوان بهایی در جامعه بهایی ایران نفوذ کردند. پس از انقلاب و دستگیری بهاییان آنطوری که مشخص شد، بازجویان آنها اکثراً از افراد حجتیه بودند که خود را به ظاهر بهایی معرفی کرده بودند. این واقعیت را بهائیان زندانی که موفق شده بودند نامه‌هایی از طریق دوستان همزندانی مسلمان خود به بیرون از زندان بفرستند گزارش کردند. بازجویان اطلاعات دقیقی از درون جامعه بهایی داشتند. آنها موفق شده بودند که مدارک زیادی از مراکز بهایی به دست آورند. رسول جعفریان می نویسد: طبعاً در این سالها مبارزه با بهائیت منحصر به انجمن حجتیه نبود. این فعالیت‌ها تأثیر مهمی در کاهش فعالیت بهائیان داشت. یک بار هم آقای مطهری در حسینیه ارشاد گفته بود که هر زنی که بداند شوهرش بهایی است خود به خود مطلقه است. وی ادامه می دهد که در سالهای قبل از انقلاب صدها اثر به صورت کتاب و مقاله بر علیه بهائیان منتشر شد. بهائیان اما اجازه چاپ و نشر هیچ کتاب و نشریه‌ای نداشتند و هیچ کتاب یا مقاله‌ای از منظر آنها منتشر نشد. پایان کتاب در صفحه 476 هست. صفحات بعدی 477 78 79 480 81 482 483 484 5 6 487 مربوط میشه به اسناد و کتبی که مطالب فصل قبل درش قید شده بوده. اما نکاتی داره که اونا رو هم اگه اجازه بدین میخونم. صفحه 478 کتاب حقایق گفتنی پ دفتر پرچم چاپخانه پیمان 1324. حقایق گفتنی کتابی است که توسط یک شاهد غیر بهایی در پیرامون حادثه ننگین شاهرود و کشتار بهاییان به دست شیعیان نوشته شده است. آنچه نویسنده را به هیجان آورده و به نوشتن این کتاب واداشته نخست رفتار بسیار وحشیانه‌ای بوده که در شاهرود رخ داده و دوم رفتار غیر عادلانه‌ای که از آقای فولادوند بازپرس عدلیه در تنظیم پرونده سر زده است. صفحه 482 کتابنامه شاه اسماعیل اول دکتر منوچهر پارسادوست نشر انتشار شاه اسماعیل دوم منوچهر پارسادوست نشر انتشار 1381
دائره المعارف تشیع نشر شهید محبی 1383 10 جلد. پس از 1400 سال شجاع الدین شفا نشر فرزاد کاروند کسروی مجموعه 78 رساله و گفتار از احمد کسروی کتاب‌های جیبی. تاریخ طبری نشر اساطیر 1352. صفوة الصفا ابن بزاز اردبیلی نشر مصلح 1373. تاریخ عالم‌آرای صفوی انتشارات اطلاعات 1363. سفرنامه‌های ونیزیان در ایران ترجمه منوچهر امیری انتشارات خوارزمی. رسم تواریخ محمد آصف رستم الحکما انتشارات امیرکبیر 1325. علامه مجلسی حسن طارمی نشر طرح نو 1375. ناسخ التواریخ محمد تقیخان سپهر انتشارات اساطیر. دولت نادرشاه افشار میم آرنولد ترجمه حمید آمین انتشارات شبگیر 2536. 3 مکتوب میرزا آقاخان کرمانی نشر نیما 2000. تاریخ ایران بین سالهای 1747 تا 1779 کریم خان زند نوشته جان رپری ترجمه علی محمد ساکی نشر فراز. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر سعید نفیسی انتشارات بنیاد. روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 محمود اقبال 1353. تاریخ ادبیات در ایران دکتر ذبیح الله صفا انتشارات فردوس 1366. ایران در راهیابی فرهنگی هما ناطق نشر پیام 1988 لندن. تشیع و قدرت در ایران بهزاد کشاورزی نشر خاوران 1379. 3 جنگ رسول الله تاریخ ابن اسیر ترجمه سید حسین روحانی انتشارات اساطیر 1376. زندگی شاه عباس اول نصرالله فلسفی 1357. یهودیان در تاریخ معاصر ژانت آفاری. تاریخ مشروطه احمد کسروی انتشارات امیرکبیر 1363. رگ تاک دلارام مشهوری نشر خاوران پاریس 1376. تروآ یهودیان در تاریخ معاصر یاسی گبای مرکز تاریخ شناسی یهودیان ایران 1996. تاریخ آلیانس اسرائیلی در ایران هما ناطق. خاطرات پرنس ارفع به کوشش علی دهباشی انتشارات سخن 1378. سفرنامه پیترو دلاواله ترجمه محمود بهفروز نشر قطره 1380. حیات یحیی تألیف یحیی دولت‌آبادی انتشارات عطار 1361. تاریخ انقلاب مشروطیت مهدی ملکزاده انتشارات علمی 1373. امیرکبیر و ایران فریدون آدمیت انتشارات خوارزمی 1361. اسناد زرتشتیان معاصر ایران 1338 تا 1358 تورج امینی سازمان اسناد ملی ایران 1380. زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها مری بویس ترجمه اسکر بهرامی انتشارات ققنوس 1381. علما و انقلاب مشروطیت ماشاءالله آجودانی نشر اختران 1383. دین و دولت در ایران حامد آلگار انتشارات توس 1369. مشروطه ایرانی و پیش نظریه ولایت فقیه ماشاءالله آجودانی انتشارات فصل کتاب 1367. تاریخ عالم‌آرای عباسی تألیف اسکندر بیک ترکمان زیر نظر ایرج افشار انتشارات امیرکبیر تهران 1382. کنکاشی در بهایی ستیزی سین نیکوصفت انتشارات پیام 1385. هوپنامه
میم عین صابر، نشر نیما 2004. قائم مقام در آیینه زمان، بهرام فلسفی، نشر نی 1376. ظهورالحق، میرزا اسدالله فاضل مازندرانی، نسخه خطی. زندگی و اندیشه من، میرزا ملکم خان ناظم الدوله حجت الله اصیل، نشر نی. تاریخ دیانت بهایی در خراسان، حسن فؤادی بشرویی، نشر عصر جدید. شرح مأموریت آجودانباشی حسین خان نظام الدوله، تألیف محمد مشیری، انتشارات اشرفی 2536. گفت و شنود سید علی با روحانیون تبریز، میرزا محمد تقی مامقانی مرسلوند، نشر تاریخ ایران 1374. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، مهدی بامداد، انتشارات زوار 1371. خاطرات تاج السلطنه، کتاب هفتم قاجار، نشر تاریخ ایران 1362. حقایق الاخبار ناصری، محمد جعفر خورموجی، نشر نی 1363. خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، انتشارات امیرکبیر، سال 2036. 50 سال تاریخ ناصری، دکتر خانبابا بیانی، انتشارات علمی 1375. تاریخ اجتماعی ایران، تألیف مرتضی راوندی، جلد نهم، تألیف مرتضی راوندی، سپتامبر 1997. انتشارات آرش استکهلم. بهاءالله شمس حقیقت، ه میم بالی وزی، ترجمه مینو ثابت 1989. وقایع مازندران، میرزا لطف علی شیرازی، نسخه خطی. لوح خطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی، معروف به آقا نجفی بهاءالله، لجنه نشر آثار امری آلمان، سال 138 بدیع. The Bobby and Baha'i Religion 1844 تا 1944. ام مومن جورج رونالد آکسفورد 1981. روضة الصفای ناصری، انتشارات کتاب فروشی مرکزی 1339. مائده آسمانی، عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسه مطبوعات امری 129 بدیع. واقعه قلعه شیخ طبرسی، سیامک ذبیحی مقدم، نشر عصر جدید 1381. وقایع میمیه، ملا مصطفی کاتب، نسخه خطی به قلم محمد حسین محجوب. نقطة الکاف در تاریخ ظهور باب، میرزا جانی کاشانی، انتشارات لیدن 1910. لمعات الانوار، محمد شفیع روحانی، ناشر سنجری پرس استرالیا، سال 2002. خاطرات عبدالاحد زنجانی، منتشر شده در ژورنال انجمن سلطنتی آسیا. مقاله شخصی سیاح عبدالبها، مؤسسه مطبوعات امری آلمان، سال 2001. تاریخ ایران، ژنرال سر پرسی سایکس، ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، انتشارات علمی 1362. قرن بدیع، شوقی ربانی، انتشارات دانداس کانادا 1992. ایران و ایرانیان، سفرنامه پولاک، انتشارات خوارزمی 1361. 100 سند تاریخی دوران قاجار، ابراهیم صفایی، انتشارات بابک 2535. شرح حال عباس میرزا ملک آلا، انتشارات بابک 1325. روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران، رضا مرزبان، انتشارات فروغ آلمان 1385. تاریخ امر بهایی در نجف آباد، فتح‌الله مدرس، انتشارات عصر جدید 1383. نورین نیرین عبدالحمید اشراق خاوری، لجنه نشر آثار امری 123 بدیع.
تقویم تاریخ امر تاریخ عبدالحمید اشراق خاوری 126 بدیع تاریخ مسعودی انتشارات یسابولی 1362 ظل السلطان حسین سعادت نوری انتشارات وحید 1347 قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار عباس امانت نشر کارنامه 1383 وقایع امری آباده آقا میرزا قابل آباده‌ای غلام علی دهقان نشر مطبوعات بهایی آلمان سال 2007 کواکب الدریه فی معاصر البهائیه عبدالحسین لاری 1342 هجری قمری مصابیح هدایت عزیزالله سلیمانی جلد اول سال 104 بدیع لجنه ملی نشر آثار امری مجموعه الواح مبارکه 1978 منتخباتی از مکاتیب عبدالبها جلد اول ویلمت آمریکا 1979 تاریخ وقایع اردکان نویسنده صدری نوابزاده اردکانی نسخه خطی امر و خلق اسدالله فاضل مازندرانی 1986 شرح شهادت شهدای منشاد نوشته محمد طبیب منشادی مؤسسه مطبوعات امری سال 127 بدیع تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق عبدالهادی حائری 1360 انتشارات امیرکبیر تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام سعیدی سیرجانی انتشارات آگاه 1362 خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اوایل کودتا انتشارات علمی 1363 تلاش برای آزادی باستانی پاریزی انتشارات خرم 1379 تاریخچه مدرسه تربیت بنین انتشارات مرآت سال 153 بدیع ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان ترجمه احمد گل محمدی نشر نی پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی 1980 گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی سازمان انتشارات سهیل پاریس جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی و سیاسی ایران 1320 تا 57 رسول جعفریان ناشر مؤلف 1385 تاریخ معاصر ایران و مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست اسناد گزارش‌هایی از آیات اعظام نائینی اصفهانی قمی حائری بروجردی 1292 تا 1239 سید محمد حسین منظورالاجداد نشر شیرازه 1379 قتل کسروی ناصر پاکدامن انتشارات فروغ 1383 سرنوشت ایران چه خواهد شد احمد کسروی نشر مهر 1377 آیین بهایی یک نهضت سیاسی نیست محفل روحانی بهاییان آلمان 1361 زنان دربار به روایت اسناد ساواک مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات اشرف 1381 توسعه در ایران 1320 تا 1357 خاطرات میم گودرزی خ فرمانفرمایان عبدالمجید مجیدی نشر گام نو 1381 خاطرات حجت الاسلام فلسفی مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1376 وقایع شاهرود حبیب الله نامدار شاهد عینی حقایق گفتنیه پ دفتر پرچم چاپخانه پیمان 1324 جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی انجمن حجتیه در بستر زمان گفتگوی لطف الله میثمی با طاهر احمدزاده خاطرات تلخ و شیرین محمد شفیع روحانی نشر آثار امری آلمان 1993 خسرو روزبه در دادگاه نظامی انتشارات حزب توده 1340 خاطرات آیت الله حسین علی منتظری انتشارات انقلاب اسلامی 1372
بیگناهان محمد تقی افنان 1378، خاطرات ایرج اسکندری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی 1372، خاطرات اسدالله علم 1992 در شناخت حزب قائدین عین باقی نشر دانش اسلامی 1363. پایان خوانش کتاب در تاریخ اردیبهشت 1399. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com